گفتم دونه دونه کتاب داستاناشو بهتون نشون بدم. این تکراری شد البته. الان این پوستر یونیت 2 کتاب تدیز ردیه که در مورد فیلینگزه. چقدر زیبا نشون دادن. excited or happy, hungry, scared, sleepy, sad, tired, angry. خب خیلی به نظرم زیبا طراحی شده و اینم که شخصیت اصلی کتاب‌های تدیز ردی میستر تدیه. خب بریم سراغ کتابای جولی فونیکس که گفتم که 7 تا کتابه که اینجا اوردرش هست که تو هر کتاب چه حروفی تدریس میشه، چه صداهایی در واقع آموزش داده میشه. توی این متد ما صدای حروف برامون خیلی مهمه که حالا اگه قسمت بشه من میخوام یه سری آموزش های تیچینگ و TTC در واقع دوره جولی فونیکس رو برای معلم ها و حتی والدینی که دوست دارن آموزش بدن بذارم. تو هر درس یک صدا آموزش داده میشه که هر صدا یک اکشن مرتبط داره و یک آهنگ مرتبط با اکشن. حروف تریسینگ دارن، چه کلماتی با حروف ساخته میشه. عموما یه اکتیویتی یه کار دستی دارن و استیکر اکتیویتی دارن. ادامه هم به همین صورت.